بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فإن قلت لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا كيفية نفسانية هناك. خب ما در مورد قدرت صحبت کردیم. قدرت واجب تعالی عرض شد. این قدرت سه پایه و سه مؤلفه مهم داره در فهمش. یک، مبدئیت فاعلیت، دو، علم و سوم اختیار. در ادامه برخی مثال انسان رو زدن که در انسان پیش از صدور فعل یک حقیقت چهارمی به نام اراده وجود داره. عرض شد که اراده نسبت به ما یک کیفیتان نفسانیتان، یک حالت درونیه و کیفیات از آن رو که جزء ماهیات هستن، جزء اعراض هستن، اینا نسبت به پروردگار و نسبت به واجب نمیتونه تطبیق پیدا کنه، چون واجب نه ماهیت دارد، نه جوهر است، نه اعراض هست و نه حالات رو تغییر پیدا میکنه. خب پس اگر ما میخوایم اراده رو در آیات و در روایات واژه‌ای به نام اراده دارید یا ندارید استفاده میشه نسبت به واجب تعالی. خداوند اراده کرده است. خداوند هرگاه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اینا رو چی معنا میکنیم؟ میگیم آقا اونجا اراده به معنای علم، به نظام اصلح هست. خب این مطلبی بود که ما گفتیم. در ادامه مستشکل اشکال اول خودش رو مطرح کرد که آقا می توانیم ما یک مفهومی رو برای اراده در نظر بگیریم که بسیار فراتر از داستان ماهیات باشه و به گونه‌ای هم بر عالم ماهیات انطباق پیدا کنه، هم بر عالم واجب تطبیق پیدا کنه. نظیر داره بله علم. مگر ما واژه علم رو نسبت به خودمون به کار نمیبریم و نسبت به پروردگار هم به کار میبریم و نسبت به واجب چه مشکلی پیش میاد؟ آیا علم واجب مانند علم ما علم محدود و عرض با حضورتون ماهوی و با این مشکلات هست؟ خب نیست. در عین حال خداوند هم علم دارد، ما هم علم داریم. چه اشکال داره شما برای مفهوم اراده یک مفهوم گسترده‌ای در نظر بگیرید که مطابق با موضوع خودش معنا پیدا کنه؟ اگر موضوعش واجب باشه اراده بدون این مشکلاتی که در انسان‌ها یافت می‌شود، در مورد ما ممکنات اراده با این مشکلات. جوابی که از این قضیه دادیم این بود که ما یک مفهوم عام و بالاتر نمیتونیم پیدا کنیم برخلاف علم. علم گفتیم حضور و شیئن به شیئن هست، هم بر ما منطبق میشه هم بر واجب تعالی منطبق میشه. اما شما برای مفهوم اراده یک مفهوم اوسعی که بالاتر از واجب و ممکن قرار بگیرد و قابلیت انطباق بر هر دو رو پیدا کنید پیدا نمی‌کنید. تا اینجا ما بحث رو کنیم. مستشکل میاد میگه خب گفتی همچه مفهومی گیر نمیاد، حالا میخوام ازت مچگیری کنم. آقا در مورد ما انسان ها اراده به معنای چی بود؟ کیفیتون نفسانیتون. گفتید به این معناست دیگه، درسته؟ خب یک سوال، آیا پروردگار اراده فعلی دارد یا نه که عین فعل هست و خارج از ذات هست؟ داره یا نداره؟ داره. خب یک سوال، آیا اراده‌ای که فعل الله هست؟ ببینید اراده فعل الله خودتون گیج نکنید. من و شما، وجود من و شما، ما اراده های پروردگار هستیم. یک اسم ما فعل پروردگار هست، یک نام دیگر ما علم پروردگار
پروردگار است. نام دیگر ما هم اراده پروردگار است. همونجور که علم فعلی عین وجود خارجی بود، اراده فعلی هم عین وجود خارجی هست. خب یک سوالی، این اراده بر اراده فعلی واژه اراده منطبق میشه یا نمیشه؟ بله، ما میگیم آقا ما ارادت الله هستیم. شما چجوری تعریف کردید اراده رو؟ گفتید اراده یعنی کیفیتان نفسانه. خب اگر واقعا این خط دایره مفهوم اراده بسته است و نمیتوانیم به یک مفهوم بسیار اوسعی و گسترده تری دست پیدا کنیم، چجوری اراده رو بر فعل الله اومده تطبیق دادید؟ ما یه مورد نقضی پیدا کردیم، شما بگید آقا اراده فقط و فقط یک معنا بیشتر ندارد، به معنای کیفیتون نفسانیه. حالا ما میخوایم مچگیری کنیم، اگر به معنای کیفیت و نفسانیتون، پس چگونه بر اراده فعلی منطبق میشه؟ پس معلومه یک مفهوم عامی در اینجا وجود دارد. خب پاسخ ما چیه؟ میگیم بله آقا ما قبول داریم که اراده بر اراده فعلی منطبق میشن، اما یک نکته داریم. اگر ما اراده رو بر فعل منطبق میکنیم، تطبیق میدیم و رو حمل میکنیم، از باب مجاز هست نه حقیقت. پس پاسخ شما بله، ما هم معترفیم اراده بر اراده فعلی منطبق است و به معنای کیفیت و نفسانیتون نیست. اما در اینجا دیگه استعمال من استعمال حقیقی نیست، بلکه تجوز هست، توسع هست. استعمال چیه؟ مجازه، به خلاف علم که وقتی بر من و بر پروردگار واجب تعالی منطبق می شود، بر هر دوتامون به معنای حقیقی منطبق می شود، اما این گونه نیست. خب ما در مجاز همیشه باید یک وجهی داشته باشیم در مجاز. ایشون مثال زد به خاطر اینکه قضیه رو جا بندازه، مثال هم در جلسه گذشته گفته شد. خب ببینید رحمت در مردم به چه معناست؟ میگیم فلانی دل رحیمه، تو اصطلاح یعنی اینکه اگر یک بدبختی رو ببینه، بیچاره ای رو ببینه، بیماری رو ببینه، بی پولی رو ببینه، یه دفعه منفعل میشه، دلش نرم میشه، اصلا اشکش هم چه بسا جاری بشه. و چون آدم دل رحمیه، یه بیمار ببینه، یه فقیر ببینه، دل رحیم است، یعنی حالت انفعال پیدا میکنه، حالت تأثر پیدا میکنه، حالت ناراحتی و حالت اندوه پیدا میکنه. خب هنگامی که این حالت از او سر میزنه، چه واکنشی انجام میده؟ کمک میکنه به طرف مقابل. اگه بیمار میبردش دکتر، پول نداره، پولی بهش میده. و لذا میگیم فلانی انسان رحیمی است، به دیگران کمک میکنه. خب ما بر پروردگار آیا صفت رحمانیت و رحیمیت رو اطلاق میکنیم یا نمیکنیم؟ ما به خداوند بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند رحیم هست. اما یک سوال، رحیم در من و شما به معنی دلسوزی بود، تأثر بود. من و شما چی میشیم؟ یه دفعه واکنشی در درون ما برانگیخته میشه به نام چی؟ به نام دلمون میشکنه. این صحنه رو میبینیم، یکی فقیره، یکی پول نداره غذا بخوره، درسته؟ خب در مورد پروردگار انفعال معنی نداره، چون انفعال یعنی از دیگران تأثیر پذیرفتن، درسته؟ پروردگار از هیچی تأثیر نمیپذیره، پروردگار به همه چی تأثیر میگذارد. اگر قرار باشه تأثیر بپذیرد، اون ناقص است، اون کامل نیست. خب پس به چه مناسبتی شما به پروردگار رحیم میگید؟ خداوند که رحیمیتش مثل من و شما نیست. میگه آها، ما مجازن میگیم. مجازن به چه معنا؟ یعنی میخوایم بگیم آقا ببینید، اگر در من انسان رحیمیت من، دلنازکیم یک آثار داره، اثرش چیه؟ به دیگری کمک میکنم، همین رو نسبت به پروردگار میبینیم. پروردگار متعال اشک چشم ما رو که میبینه، نسبت به ما عنایت میکند، درسته؟ خب از این رو ما به او رحیم میگیم. و الا رحیمیت اون مثل رحیمیت من شما نیست، نه دلش میشکنه، نه اشکش جاری میشه، نه واکنش این چنینی داره. اما رفتاری از او سر میزند. ببین رفتار من چی بود؟ دستگیری از دیگران. چون از ما دستگیری میکند، به او میگیم چی؟ رحیم.
ببینید به خاطر یک لازم است که بهش میگیم رحیم، نه به خاطر اینکه معنای رحیمی که بر من منطبق است بر او هم منطبق است. معنای رحیمیتی که بر من منطبق است دال بر نقص واکنشی دلم میسوزه، دل خداوند اصلا نمیسوزه، چون دل سوختن به معنای ضعف هست، به معنای نقص هست، و این چنین نیست که دلش بسوزه. اما یک لازمه داره. من انسان وقتی دلم میسوزه به دیگری کمک میکنم، دستگیر. میبینیم این لازمه در پروردگار وجود داره. یعنی یک انسان بیمار رو که میبینیم دعا میکنیم، خداوند به او شفا میده، از او دستگیری میکنه. فقیره، به او پول میده. همه ما یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. ما فقیریم، خداوند متعال به ما سلامتی میده، به ما عمر میده، به ما قلب، چشم، همه ابزاری که مورد نیاز زنده به ما داده. اگر همین لحظه تصمیم بگیره من به حیاتم یک حرف از دهان من بیرون نمیاد، تمام، یعنی من دارم لحظه لحظه فیض او رو دریافت میکنم، چون دهنده است و داره به ما از ما دستگیری میکنه، پس رحیم است. دقت فرمودید؟ به خاطر اون لازمه است، ولی خود معنای رحیم به معنای دل سوختن و اینا در اون معنا نه. حالا بیایم تو داستان اراده. ببینید یعنی اونجا یک لازمه داشت، به خاطر اون لازمه به او رحیم گفتیم، یعنی مجازن به او رحیم گفتیم، نه به خاطر خود معنای مطابقی، به معنای چی؟ ملازمی بود که در اونجا ما اون رحیم رو در اینجا داستان هم همینه. آقا در من و شما اراده وقتی شکل میگیره، دقت کنید که به من میگن مرید و در من اراده شکل میگیرن. اراده آخرین حلقه چی هست؟ آخرین حلقه صدور فعل هست. به دنبالش چه اتفاقی میفته؟ تو ما انسان فعلا نمیخوایم به خدا برد، یا این که بعد از اراده من این فعل صادر میشود. یه جور شما میتونید نگاه کنید، ببینید اراده آخرین حلقه تشکیل چیه؟ علت تامه است. بعد از اراده ما پا میشیم عمل میکنیم. من زیر پتو خوابیدم، تصور تشنگی، آب، سیرابی باعث حرکت میشه، پا میشم به سمت یخچال حرکت. ببینید اراده من باعث حرکت من به سمت چی میشه؟ یخچال میشه. ببینید این اراده آخرین حلقه شکل‌گیری علت تامه است. درسته؟ تا ما به سمت یک کاری و یک هدفی حرکت کنیم. سوال در اینجا است، بعد از این اراده چه اتفاقی میفته؟ لوازم اراده، یا صدور فعل جز لوازم اراده است، یا اینکه آقا میتونیم من اینجوری به قضیه نگاه کنیم، اراده در ما انسان ها، ببینید من گاهی وقتا خارج اراده رو نگاه کنم، گاهی وقتا به خود اراده آخرین حلقه شکل‌گیری علت تام است. درسته؟ میتونم اینجوری نگاه کنم بگم اراده لازمه ای دارد، تمام شدن علت تامه. وقتی اراده در من شکل میگیرد یعنی علت تامه صدور فعل شکل گرفته و تکون پیدا کرده. یه جور میتونم، یه جور دیگه اصلا کار به نگاه میکنم، وقتی اراده شکل گرفت فعل صادر میشن. ببینید گاهی وقتا به خود پک اراده نگاه میکنید که آخرین جزء شکلگیری علت تام است، گاهی وقتا به خارجش نگاه میکنید باعث صدور فعل میشود. خب حالا ما میگیم از این باب به پروردگار میگم مرید. اذا اراد الله، میدونید چرا؟ لازمه اراده در بشر چی بود؟ یا اراده به معنای شکل‌گیری علت تام، و چون پروردگار علت تامه صدور اشیا هست لذا به او مرید میگوییم. یا نگاه همو میبرم به خارج، بعد از اراده من چی دارم؟ فعل رو دارم. آقا افعال الله ارادت الله هستند، افعال الله فعل الله هستند و ارادته تعالی. به این اعتبار جمع‌بندی بکنم، اگر ما به او مرید میگوییم به معنای اراده، در اراده فعلی داریم میگیم ها، در اراده فعلی یعنی اراده‌ای که باعث صدور فعل شده است و در عالم خارج هست. در اونجا اگر به او مرید میگیم به معنای حقیقی نمیگیم، چون معنای حقیقی اراده چی بود؟ حالت کیف نفسانی، و کیف نفسانی نسبت به واجب تعالی معنی پیدا نمی. یا به معنای شکل‌گیری علت تامه برای صدور فعل، یا نفس فعل.
نفس فعل ارادت الله هست که خارج از فعل هست، به این ملازمه. خب حالا بیایم اینو بکنیم. فان قلت لو کانت الاراده، آقا شما میگید اراده یک معنای دیگری ندارد، تنها معنای اراده چیه؟ کیف نفسانیه. میگه آقا اگر اینجوری بود چرا شما به اراده فعلی اراده میگی؟ اراده فعلی که دیگه به معنای کیف نفسانی نیست، به معنی الفعل هست. لو کانت الاراده لا یعرف لها معنا، اگر برای اراده هیچ معنایی بجز این معنا فهمیده نمیشد، الا الکیفیه النفسانیه التي فی الحیوان، همان کیفیت نفسانی که در مورد حیوانات هست، که در مورد انسان حیوان ناطق هست. فما بالها تنتزع من مقام، چجوری شما اینو میخواید از مقام فعل انتزاع کنید و بگیرید؟ ولا کیفیت نفسانیت هناک، در حالی که ما میدونیم در مقام فعل دیگه ما اصلا محض کیفیت نفسانی مال درون فاعل، ربطی به فعل نداره. فهو الشاهد على ان لها معنى اوسع من الکیفیت النفسانیه. این مثال که ما می توانیم اراده رو در اراده فعلی تطبیق بدیم، حمل کنیم، نعم الشاهد، بهترین شاهد هست برای اینکه بدانیم برای اراده یک معنای گسترده تری از کیفیت نفسانیه هست، یعنی یک معنای دیگه هم باید برای اراده باشد. و انها صفت وجودیه کالعلم، داستان اراده هم مانند داستان علم هست که یک صفت وجودی است. ما دیدیم علم نه به عنوان یک ماهیت، به عنوان یک صفت وجودی قابلیت انطباق بر واجب و ممکن رو با هم داشت. پس شما گیر ندید هی اصرار کنید اراده یک معنا بیشتر ندارد. پاسخ ما آقا اراده خود هم تنها یک معنا دارد و اگر ما بر فعل اراده رو تطبیق میکنیم مجازی هست، حقیقی نیست. یک کلمه جواب. بله همچنان ما دو چیز رو الان محکم چسبیدیم، یک اراده یک معنا بیشتر ندارد که ما انسان ها به معنای کیف نفسانیه، و دو اگر اراده بر معنای فعل الله تطبیق میشه اراده فعلی از باب مجاز هست به خاطر وجود یک ملازمه ای. قلت اللفظ کما یطلق و یراد به معناه الحقیقی كذلك یطلق و یراد به لوازم المعنى الحقیقی. یه لفظ میتونه استخدام بشه در معنای حقیقی، میتونه اطلاق بشه و ازش اراده بشه معنای چی؟ لوازم معنای حقیقی. و آثاره المتفرع علی، آثار معنای حقیقی که بر اون معنای حقیقی بار میشن. توسعاً، بالای توسعاً بنیست مجازاً. ببینید شما اطلاقتون یا میتونه اطلاق حقیقی باشه یا اطلاقی چی باشه؟ مجازی. و صفات المنتزعة فی مقام الفعل لما كانت قائمة بالفعل حادثة بحدوث الفعل متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات استحال ان يتصف به الذات الواجبة بالذات. آقایی رو ما سابقا گفتیم، یک بار دیگه تکرار میکنیم. سابقا ما در توحید صفاتی چی گفتیم؟ توحید صفاتی گفتیم یعنی صفات عین ذات هستن و هر صفت عین صفت دیگری. در اونجا گفتیم آقا مقصود از توحید صفاتی صرفاً در صفات ثبوتیه ذاتیه هست، در اونجا هست. ولی در صفات فعلی هستن ما اتصاف نداریم، چون این اصلا صفات حقیقی نیستن. خودتون میگید مال مقام فعلن. آقا وقتی من میگم خلقت مال مقام فعله یا مال مقام ذات؟ مال مقام فعله. یعنی من در یک برهه‌ای از زمان نبودم، 50 سال 60 سال پیش سر کلم پیدا شده، قبلش که من نبودم. خب آقا یه چیز متجدد، آیا تجددها در ذات باری تعالی راه پیدا میکنه؟ اصلا معنی نداره. پس اگر من صفت خلقت رو به کار میبرم، صفت خلقت یک صفت چی هست؟ آقا قدرت بر خلقت صفت ذاتیه، در این ما تردیدی نداره. اما نفس خلقت و اتصاف به خلقت یک صفت خارج از ذات هست که حقیقی نیست، بلکه از رابطه میان ما و ذات این صفت انتزاع می شود. لذا خودش میگه ببینید صفاتی که منتزع از مقام فعل هستن از آن رو که قائم به فعل هستن حادثن. یعنی چی از رو که قائم به فعل هستن؟ ببینید من عرض کردم صفتی به نام خلقت، آیا من این صفت رو سابقا
من متصف به مخلوق بودن شدم؟ نه، من 50 سال اخیر مخلوق بودم، قبلش که من مخلوق نبودم. پس صفت خلقت یک صفت حادثه. آیا حوادث در واجب تعالی راه دارن؟ پس معلومه این صفت یک صفت حقیقی برای او نیست. بله، قدرت بر خلقت از ازل با پروردگار بوده، در او تردیدی نیست. خب میگه آقا اینا قائمه به فعل هستن، حادث هستن، به حدود صفه متأخرتون به ذات عن ذات القدیم. آقا اصلا ذات اینا متأخر است. آقا ذات من 50 سالمه، من 51 سالمه، متأخر من کجا بودم؟ من از ازل که نبودم. خب به ذات استحال. ببینید این دست صفات استحال ان یتصف به ذات الواجب به ذات. میگن نمیتواند واجب این صفات رو به نحو ذاتی داشته باشه. اینا صفات فعلی ها، یعنی ذات پروردگار این صفات رو ندارد. سواء کان الاتصاف به نحو العینیه. حالا میخواد این اتصاف به نحو عینیت باشد. یعنی چی؟ من بگم این صفت عین ذات است. آقا صفت حادثه، چگونه عین ذات باشه؟ که نمیشه. یا حتی به نحو العروض باشد. ببینید حتی به نحو العروض هم اینا عارض حقیقی بر واجب نیستن. میدونید چرا عارض حقیقی بر واجب؟ چیزی که عارض، ببینید من الان چه صفتی بر من و شما عارض هست؟ خوشحالی، عصبانی، گرسنگی، سیری عارضن اینا. یعنی من یه لحظه ندارم، یه لحظه دیگه پیدا میکنم. درسته؟ یه لحظه خستم، یه لحظه ناراحتم، یه لحظه خوشحالم. اینا صفات عرضی بر ما هستن. یعنی میان میرم قبلا نیست. آقا نمیتواند ذاتی باشد چون اینا از ازل نبودن. نمیتواند عارضی باشه. عارضی به معنای حقیقی ها، ولی عارضی به معنای مجازی اشکال نداره اینا. آقا عارضی هم نه، چون عارض خودت میگی عارض از حادث است و حدوث در ذات راه پیدا. پس اتصاف او به امر عارضی اتصافی حقیقی نخواهد بود. تمام شد. نمیخوایم بگیم خداوند عذر میخوام بنده خوبه بود که واژگان فلسفی واجب خالق نیست. آقا ما همچنین ما میگیم آقا واجب خالق هست به معنای صفت فعلی خارج از ذات که به نحو توسع بر او هم میشن. به این مثال میزنه. خب کما تبین فيما تقدم الا ان يراد بها لوازم المعنى الحقيقي و آثاره المتفرع عليه توسعا. الا اینکه اینجوری بگیم آقا بله آقا اینا هم میشود نه به معنای عارض واقعی و حقیقی، عارض میشود به معنای لوازم آثار حقیقی هستند توسعا. آقا اونی که لازم است چیزی دیگه است، ولی ما این رو آن مینا. ببینید صفت رحیم، معنای حقیقی رحیم چی بود؟ گفتیم دل نازکی، دل شکستن. اما یه لازمه داشت. لازمش چی بود؟ دستگیری از دیگران. من به خاطر اون دستگیری، اون لازمه واژه رحیم رو به او به کار میبرم. ببینید به خاطر اون لازمه، ولی خود واجب رحیم به معنای دل نازکی و دل شکستن و گریه کردن و اشک ریختن اینا درش معنی نداره. فالرحمت مثلا فینا عندنا تأثر و انفعال نفس. میگه آقا نگاه کنید رحمت، میگیم فلانی آدم رحیمی هست، در ما چه جوری معنا پیدا میشه؟ به معنای یک حالت تأثر، یعنی یک حالت واکنش، ما حالت تأثیرپذیر پیدا میکنیم. انفعال نفسانی داره. من مشاهدت مسکین محتاج الی کمال. آقا یه مسکینی یا یک کسی که نیاز به یک چیزی داره که مشکل کل عافیت و صحت و البقا، نیاز به یک کمالی دارد. و کماله چیه؟ یا عافیت، مثلا مریضی رو باش مواجه شدیم، یا صحت، بیماری رو باش مواجه شدیم و غیره، یا بقا. و یترتب علیه ان یرفع. خب ببینید ما الان دلمون میشکنه وقتی یه فقیر میبینیم. یترتب علیه ان یرفع الراحم حاجته و فاقته. یک لازمه داره، شخص راحم میاد احتیاج شخص ضعیف رو برطرف میکنه. یرفع الراحم حاجته، و حاجت اون بنده خدا، اون مریضه رو یا اون بی پوله رو، یا فاقته و نیاز او رو بر. فهی صفت محمودة کمالی، صفت محمودة کمالیه. این رفع نیاز یک صفت محموده که و یستحیل علیه التأثر و الانفعال. اما حالا بیایم نسبت به پروردگار نگاه کنیم. نسبت به پروردگار ما گفتیم دو تیکه داریم. تیکه اول دلسوزی من هست، تیکه دوم
نیاز کسی رو برداره. آقا نسبت به واجب تیکه اول معنا پیدا نمیکنه، او دلسوزی به معنای ما تأثیر نداره. و یستهین علیه تعالی التأثر والانفعال فلا یتصف به حقیقت معناها. واجب به حقیقت معنای رحمت متصف نمیشد. حقیقت معنا گفتیم، حقیقت معنای رحمت چیه؟ تأثیر هست، به این معنا متصف نشد. لکن تنتزع، اما صفت رحمت رو میتونیم از یک جای دیگه بگیریم ها. از کجا؟ من ارتفاع الحاجه و تلبس بالغنا، مثلا انها رحمتان. آقا میبینیم خداست که از بقیه دستگیری میکنه. لازمه رحمت تو ماها همین بود دیگه، دستگیری بود. ما از این لازمه برای او صفت رحیمیت رو بار میکنیم. لانه من لوازمها، اون ارتفاع حاجت و تلبس بالغنا از لوازم رحمت و اسکان رحمت لها نسبت الیه تعالی اشتق منها صفت الرحیم صفت فعل له تعالی و الامر علی هذا القیاس. خب و از آن رو که رحمت لها نسبت الیه تعالی، مفهوم رحمت یک نسبتی با پروردگار داره. چه نسبتی داره؟ نسبتش رو گفتیم در همون لازمه رحمت بود که همون دستگیری بود. لذا اشتق منها صفت الرحیم، از مفهوم رحمت ما اشتقاق میکنیم، برمیگیریم صفت رحیم رو به عنوان صفت فعل. و دقت کنید به معنای صفت فعل پروردگار. ولی امر علی هذا القیاس، داستان تو اراده هم همینه. خب آقا لازمه رو تو داستان رحیم گفتی، اما لازمه رو تو داستان ما هم بگو. این اراده از کجا بر او به چه لازمه ای منطبق میشه؟ آها، از این لازمه. دقت کنید، اراده در من و شماها آخرین جزء پیش از حرکت هست. پس یا ملازمه اراده چیه؟ شکل‌گیری علت تام است، یا ملازمه اراده صدور فعل هست. درسته؟ ما وقتی اراده داریم دو جور میتونیم نگاه کنیم. علت تمام شد از فعل، از من صادر می شود. خب آقا جهان هستی فعل الله هست یا نیست؟ پس معلوم اراده ای هم در اینجا به این معنا از لازمه صدور فعل. آقا پروردگار علت تامه جهان هست یا نیست؟ لازمه اراده چی بود؟ شکل‌گیری علت. از این لوازم ما میتونیم به او کلمه مرید رو در مقام فعل اطلاق کنیم. ول اراده المنسوبة الیه تعالی منتزعة فی مقام فعل، اراده ای که در مقام فعل که به پروردگار منسوب می شود که اون مرید هست، از مقام فعل هست. خب اما من نفس الفعل الذی یوجد فی الخارج، ببینید یا ما از خود فعل خارجی نگاه، ببینید اینی که در خارج، دقت کنید، اراده در ماها منجر به صدور چی میشد؟ فعل میشد. آقا کل هستی فعل الله هست یا نیست؟ خب ما از اینجا کلمه اراده رو میفهمیم. در من و شماها وقتی اراده باشد فعل صادر میشد. کل هستی فعل الله هست، پس در او اراده ای هست. ببینید برداشت منه. خب اینی که عالم خارج هست، هم ارادت الله هست، هم فعل الله هست، هم علم الله هست، برو تا آخر. تمام اینا یک سکه با چند رویه است، هر جوریش میتونی یه جور بهش نگاه کنی. و اما من نفس الفعل الذي یوجد فی الخارج، به صیغه مجهول بخون، یوجد، از فعلی که در عالم خارج محقق شده است. آقا اون فعلی که در عالم خارج هست اراده هست، ایجاب هست، وجوب هست، ایجاد هست، ثم الوجود، سپس وجود هست. ببینید تمام اینا رو میتونید برش بگی اراده هست. چون اراده هست پس به مرتبه چی میرسه؟ ایجاب میرسن. ایجاب یعنی به مرتبه وجوب رساندن، بعد به مرتبه وجوب میرسن. بعد از اینکه مرتبه وجوب داشت، الشیء ما لم یجب لم یوجد، به مرتبه صدور میرسیم، ایجاد میرسیم و بعدش. ببینید این فعل خارجی، این لیوان هم اراده است، هم ایجاب است، هم وجوب هست، هم ایجاد هست، هم وجود هست. تمام اینا با زاویه های دید مختلف. چنان که من علم الله هستم، فعل الله هستم، خلق الله هستم و غیره، من میتونم مارک های مختلف و عناوین متفاوت داشته باشم. ببینید پس اون لازمه یا به معنی الفعل یا نه، لازمه را اینور نگاه کن. آقا در من و شما اراده باعث شکل‌گیری علت تامه بود یا نه؟ خب پروردگار متعال علت تامه کل جهان هست، پس اراده از این و اما
ببینید اینا اما بخون نوشته اما اشتباهه، چون بالا اما داشت. اما من نفس الفعل و اما اینو تصحیح کنید نوشته اما و اما من حضور العلة التامة للفعل. از باب شیء کما یقال عند مشاهده جمیع الافعال جمع الفاعل ببخشید مشاهدة جمع الفاعل اسباب الفعل لیفعل انه یرید کذا فعلا. چنانکه ما هنگامی که میبینیم یک فاعلی بستر مناسب رو فراهم کرده است، کل اجزا علت تامه رو فراهم کرده است، میگیم ای بابا اراده کرده است فلان کاری رو انجام بده. پروردگار علت تامه کل هستی است، از این باب پس مرید برای هستی همه خواهد بود. تمام. خب تمام شد دیگه. اینجا ما بالا و پایینی داشتیم که البته حالا اینجا یه مقدار خارج از بحث فلسفی برم. ما تو فلسفه اینقدر پیچیده صحبت میکنیم، مردم کاری به کارا ندارن، خودمان ته دلمون جوری دیگه رفتم، خداوند میخواهد و میشود. اما توی قالب بخوایم نگاه کنیم، اراده و علم به نظام علم به مصلحت به نظام احسن هست. یک پرانتز دوم خدمت شما میگم، اگر کتاب الالهیات استاد سبحانی رو ببینید، ایشون این اراده به این معنا رو قبول نمیکنه. در اونجا تو مفصل کتاب الالهیات 4 جلدی اونجا نظریه خودش رو بیان کرده، از اونجا عبور میکنم چون من فعلا میخوام به همین کتاب بسنده کنم. الفصل الرابع عشر فی ان الواجب تعالی مبدأ لكل ممکن موجود و هو المبحث المعنون عن به شمول ارادته تعالی. خب ما بحث قدرت رو مطرح کردیم. یک تتمه‌ای برای بحث قدرت مونده. خود شما که کلام تدریس میکنید 2 تا بحث رو در بحث قدرت تدریس میکنید. یک، انه سبحانه و تعالی قادرون. یک، بعد بحث میشه حالا که قادرون آیا قادر بر هر چیزی هست یا قدرت او میتونه محدود باشه. آقا من و شما هم قدرت داریم، اما بنده قادر بر چی هستم؟ یه لیوان آب بخورم، اما دیگه به من گفتی شما یه تشت آب بخور میمیرم، من قادر بر قسمت دوم نیستم. قدرت دارم ولی قدرت من محدودیت داره. من میتونم 20 کیلو بار از زمین بلند کنم، اما به من وزنه 100 کیلویی بدن نمیتونم بلند کنم. من قادر هستم ولی قدرت من محدود هست. ما تو الان قدرت رو ثابت کردیم، حالا میخوایم منتقل بشیم به بحث دوم. این قدرت شامل است، عام هست. خب یه نکته الان میخوام بگم. آقا فعل من و شما، من الان لیوان آب میگیرم آب میخوام، آیا تحت قدرت و اراده او هست یا نیست؟ شما وقتی گفتیم قدرت و اراده و با اون مفاهیمی که گفتیم اینا به هم گره خورده بود با تفکیک ها و گره هایی که با هم، پیوند هایی که به هم داشتن بحث کردیم. آقا یک سوالی، افعال من و شما هم در چارچوب قدرت او قرار میگیرن یا نه؟ شاید شما بگید بله قدرت او عام هست. آیا فعل من هم تابع قدرت او هست یا نه؟ یعنی چی؟ پیچیده صحبت نکن. آقا من یه آب رو خوردم با اراده پروردگار و قدرت او خوردم یا خودم خوردم؟ اگر شما بتونید بگید انه قادران، این فعل منصوب به اون میشه. اینو بهش میگیم توحید افعالی. توحید افعالی یعنی کل فعل یصدر او صدر فی العالم فهو ینتمی و ینتهی الیه سبحانه و تعالی و هو فعل الله. مو بس فعلنا، فعلو. آیا صرفا فعل من است یا فعل او محسوب میشود؟ نکته در اینجاست. بقیه چیزها رو رها کنید. اون داستان‌های سنگ و چشم و جهانی بیافریند که بتونه توی تخم اینا رو بخونید، اینا رو کار نداره. فعلا میام رو فعل بشری که ازش توحید افعالی رو ما می‌کنیم. آیا همه افعال ما افعال او هستند یا نیستند؟ اینو بهش میگیم. به عبارت دیگر اگر من بخوام توحید افعالی رو در یک جمله خلاصه کنم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، این میشه توحید افعالی. هیچ مؤثری در هستی یافت نمی شود بجز پروردگار متعال. پس اگر من هم مؤثر هستم، نباید من خودم رو مؤثر بالاستقلال ببینم،
قدرت من قدرت اوست، من از خودم هیچی ندارم. اینو بهش میاد. پس آقا ما دو تا بحث داریم. بحث اول اصل قدرت ثابت شد، تمام. آیا قدرت او عام است، شامل است، فراگیر است، همه شمول هست یا خیر، یا به فعل بشری لااقل مقید میشه؟ چون ببینید این بحث رو که الان مطرح کردیم بعد به یه بحث بعدی میرسیم. خب اگر فعل من فعل الله باشد آیا این به جبر منتهی میشود یا منتهی نمیشود؟ پس ما دو گام در بحث رو داریم. ابتدا توحید افعالی رو ثابت میکنیم که فعلی فعله سبحانه و تعالی. در گام بعد من باید این رو جواب بدم حالا که فعلی فعله تعالی آیا این جبر هست یا نه، و بعد ملاکی که وجود دارد برای ثواب، پاداش و غیره یا عذاب چیه؟ و اگر بنده الان نماز خوندم که دیگه فعل من نبود، پروردگار بود که نماز خوند، دیگه چرا بنده رو ببرم بهشت؟ خداوند باید برای خودش دست بزنه، خودش رو تشویق کنه. خب پس ما ابتدا گام اول رو برداریم. جمع‌بندی کنم در اینجا، ما در این بحث می‌خواهیم شمول و عمومیت قدرت پروردگار و اراده او رو بحث کنیم و ثابت کنیم قدرت او عام است، اراده او عام است، حتی شامل افعال ما می شود که از اون تعبیر به چی میکنیم؟ توحید افعالی. توحید افعالی در یک جمله به معنای لا مؤثر فی الوجود حقیقتا الا الله سبحانه و تعالی. خب ما با چه برهانی ثابت کنیم که پروردگار قدرتش عام هست و حتی فعلی که از من صادر می شود هذا الفعل يكون فعله سبحانه و تعالی فعل الله است؟ یک برهان بر اساس اندیشه مشایان میخوایم بخونیم، یک برهان بر اساس اندیشه حکمت صدرایی و حکمت متعالی ما با دو تا بیان. یکی بیانی که متناسب با مشا هست و دیگری بیانی که متناسب با حکمت متعالی است. خب اولا فرق اینا در چیه؟ فرقش خود شما سابقا باش آشنا شد. ببینید حکمت مشا سلسله علل رو در جهان یک سلسله طولی میبینه. یعنی چی؟ آقا من علت مباشر یک فعل هستم، و علت من هم علت اون فعل هست ولی علت مباشر او نیست، بلکه از آن رو که سلسله علل طولی هستند و یک قانونی وجود دارد که علت العلت علتون مور علت میدونه. یه مثال ساده بزنم. آقا من الان پا میشم میخوام این در رو باز کنم، من علت چه حرکتی هستم؟ علت چرخاندن کلید هستم. ببینید من علت چرخاندن، ببینید من دارم این کلید میذارم تو در میچرخونم، اما در باز میشه. در معلول چه چیز؟ چرخیدن کلید هست، درسته؟ ولی شما به من میگید تو در رو باز کردی، کسی نمیگه کلید در رو باز کرد، درسته؟ در پایان اینجوری میشه. شما میتوانید بگویید که کلید در رو باز کرد، میتونید بگید من در رو باز کردم. من علت بعید هستم، کلید علت قریب هست و مباشر هست، درسته؟ خب حرکت من به سمت در هم علت بعدی است. اگه من اصلا حرکت نکنم به سمت در، به هیچ وجه این در نه دست من میچرخد، نه کلیدی رو داخل در میذاره، نه دری باز میشه. ببینید و همینجور اگر من امروز اصلا از منزل نیومده بودم اینجا، اصلا معنی نداشت که حرکت کنم به سمت در و غیره و غیره. ببینید ما در نظام فلسفی مشایی یک سری علل طولی داریم و این علل طولی در پایان باید به کجا منتهی بشوند؟ واجب سبحانه و تعالی. و این هم یه نکته روشنی است. نکته روشن و قانون کلی در فلسفه مشا چیه؟ علت العلت علتان. خب یک سوالی، پس اگر من الان دارم این موبایل بلند می‌کنم، اگر الان سخن میگم میتونم این فعل رو به پروردگار منسوب کنم یا نه؟ بله، چون وجود من از ناحیه پدرم، از ناحیه جدم و بالاخره در پایان از ناحیه پروردگار.
هو علتی فی الاخیر و هو راس العله، او در رأس علیت جهان قرار دارد و ما باید هممون در پایان به واجب منتهی بشیم، چون عالم ممکنات عالم نیازهاست و عالم تکیه ها هست. هیچ علتی خودش بی نیاز نیست، نیازمند به علت پیشین خودش هست. پس می توانم خداوند رو علت تمام جهان بدانم یا نه؟ پس فعلی که از من هم صادر شده است می توانم این فعل رو به او نسبت بدم. اما دقت کنید تو این تقریر فاعل بالمباشر کیه؟ فاعل مستقیم من دارم با دستم این باشه. فاعل غیر مباشر کی میشه؟ واجب تعالی میشه. علتهای من، پدر من، جد من تا واجب تعالی میرسه. توحید افعالی ثابت شد یا نشد؟ بله. اما در فلسفه، حالا اینو برمیگردم وقت مقدماتش رو میگم، اما در فلسفه صدرایی ملا صدرا یک مفهوم جدید رو وارد کرد که درش توحید افعالی بسیار برجسته. ببینید یه مشکلی که ما داشتیم تو نظام اشعری، این سوال رو از ما میپرسن دائما، آیا ما چون خداوند رو میگیم خالق کل شیء، درسته یا نه؟ خداوند متعال به ضرس صریح آیات قرآن خالق کل شیء هست. بعد آقا میگیم یعنی سخن گفتن من رو او دارد سخن میگوید. تو فلسفه مشای میگه نه تو داری سخن میگویی، ولی از باب اینکه هو علت العلت علتون، پس میتوانیم این فعل رو به او هم نسبت بدهیم. ولی هنوز یک پرده سوالی، یک ابهامی باقی، پس او خودش فاعل بالمباشر نیست و این با توحید افعالی سازگار نیست، با انه سبحانه و تعالی خالق کل شیء. ببینید دقت کنید، شما میگید خالق، اما در این تفسیری که ما کردیم او خالق بالمباشر نیست. اما فلسفه صدرایی یک چشم‌بندی بزرگ کرده. تو فلسفه صدرایی گرهی رو که سالیان سال و دهه‌ها و صدها فلسفه نتونست اون گره رو باز کنه، باز کرد. چی گفت آقا ما یه قانونی داریم به نام وجود ربطی. آقا من وجود دارم یا ندارم؟ ولی تو وجود عین الربط هست، یعنی صفر محسوب میشی. علت من و هر چی که مارک ممکن بخورد، علت من هم ممکن هست یا نه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. شما همه فقیرید، فقر ذاتی دارید. شما چون ممکن هیچ چیزی از خودش نداره. مثال زدیم برای عین الربط. آقا شعاعی که از خورشید ساطع شده به من شما رسیده، عین الربط به شمس هست یا نیست؟ عین الربط هست. شعاعی از این خورشید، اگر خورشید یک لحظه نتابت چیزی به نام شعاع وجود ندارد، پرتوی از وجود خورشید. من و شما و کل هستی و کل ممکنات پرتوهای وجود او هستیم که هیچ نحوه استقلالی از خودمون نه. من عین الربط هستم. معنا پیدا، آقا الا معنا ندارد مگر اینکه بگم سرتو من البصره الی کوفه. باید در کنار آقا صفر هیچ ارزشی نداره مگر در کنار عدد 1 و 2 بشینه. بله معنا پیدا میکنه، ولی در کنار عدد دیگر معنا پیدا میکنه، خودش هیچ گونه ارزشی نه. من و شما صفرهای عالم هستیم، از یک ناحیه معنا داریم. بله عدد 20 با صفر فرق میکنه. صفری که در کنار 1 و 2 هست معنا داره و ارزش داره، یعنی هیچ گونه ارزش ذاتی از خودش، کل ارزشش رو از دیگه. الا و من حروف معنا ندارن در لغت عربی مگر در کنار چی بشینن؟ معانی مستقل اسمی بشینن. کل هست. خب اگر من این رو نگاه کنم، کل جهان هستی عین الربط به واجب هست یا نیست؟ خب در این تفسیر فاعل بالمباشر کی میشه؟ این فرق بین فلسفه صدرایی با فلسفه مشایی. فلسفه مشایی یک فلسفه چی هست؟ تسلسلی هست، پلکانی هست.
من علتی دارم، علت من علتی دارد و در نهایت این سلسله علت باید به واجب منتهی بشه. در فلسفه صبری نمیخواد بگه این سلسله، ولی این سلسله اصلا همشون صفر محسوب میشن، چون همشون سلسله ممکنات همشون اصفارن، صفر هستن. شما 1000 تا صفر رو کنار هم قرار بدید، مادامی که عدد یک کنارش نشینه هیچ کدوم ارزش پیدا. پس در این فلسفه دوم فاعل بالمباشر فعل من هم کی میشه؟ با این نگاه پروردگار میشه. اگر کل هستی رو ما چه ببینیم؟ همش رو عین الربط ببینیم. ببینید یه دفعه مشکلی رو که کلام اشعری و اهل سنت به ما میگه، آقا ان الله خالق کل شیء، با بیان تفسیری و تحلیلی و فلسفی شما که خداوند به علت بالمباشر نیست. اگر بله من نظام فلسفی مشایی رو ببینم خداوند فاعل بالمباشر، اما اگر بیام تو قالب فلسفه صدرایی، چون من عین الربط هستم، صفرم، هیچ گونه ارزشی ندارم، اوست که بالمباشر. ببینید در اینجا یه دفعه تمام این سلسله هست میشه. البته یواشکی رو بگم که تو ذهن شما میشه، بر اساس فلسفه صدرایی اونایی که میشنون برداشت خطری نکنن. آقا ما به وحدت الوجود میرسیم خیلی راحت. اون چیزی که همه ابا دارن میترسن فقها، در اونایی که درکی درستی نداشتن، اگر شما کل هستی رو، هستی امکانی رو عین الربط بدانید، ما هممون شعاع‌های یک وجود هستیم و به یک وحدت الوجود میرسیم. تمام شد به همین صورت. خب حالا این دوتا رو من گفتم، فلسفه صدرایی رو گفتم، فلسفه مشا. حالا بریم اون دلایلی که توحید افعالی رو ثابت می‌کند و قدرت مطلق پروردگار که یشمل فعلی تشمل هذه القدرت، فعلی شامل فعل من می‌شود، با دو تا بیان. ابتدا بیان صدرایی رو با 4 تا مقدمه خدمت شما عرض کنم. بیان اول، اینا دو تا شبیه به هم، تنها نقطه اختلافشون در فاعل بالمباشره و فاعل به غیر المباشره میشه. آقا برهان اول برابر فلسفه مشایی. مقدمه اول الوجود اصیلان، ما این رو پذیرفتیم تو فلسفه صدرایی و در فلسفه مشایی پذیرفتیم. مقدمه دوم، آقا الوجود ینقسم الی واجب و ممکن. اگر میخواید یادداشت کنید، مقدمه اولی چی شد؟ الوجود اصیل، آن چیزی که جهان هستی رو فرا گرفته است وجود است. دو، الوجود اما واجبان او ممکن. خب مقدمه سوم، ما سوی الله فهو ممکن. تمام شد. ما یه دونه واجب بیشتر نداریم، ما اونم واجب تعالی هست، پروردگار هست. مقدمه چهارم، هر ممکنی وقتی گفتید ما سوی الله ممکن شد، هر ممکنی نیاز به علت دارد و باید علتش در پایان به چی منتهی بشه؟ واجب تعالی. و الا بقیه عللام همشون هم کمیتشون لنگه، همه ضعیفن، هیچ کدومشون مستقل نمیتونه تزا. خب در این صورت اینا رو کنار هم بذارید، الوجود اصیل، الوجود اما واجب او ممکن و کل ما سوی الله فهو ممکن و سلسله الممکنات یجب ان تنتهی الی واجبه. خب در این صورت یک سوال سر و بالا، یک سوال، آیا فعل من فعل الله هست یا نیست؟ بله، فعل من در پایان چون علت العلت علتان منتهی به او می شود و توحید افعالی ثابت میشه. اما یک سال توحید افعالی رو من اینجا چجوری ثابت کردم؟ پلکانی، به مباشره نشد، با یک قانونی که من بهش بستم. و قانون چی بود؟ علت العلت علتان و یجب تنتهی سلسله العلل الیه سبحانه و تعالی لانه مستقل و غنی و کلنا فقرا. خب اما همین رو من میام برهان دوم رو بر اساس فلسفه صدرایی خدمت شما. همین مقدمات هست اما با روی کرده دوم. برهان دوم، المقدمه الاولی الوجود اصیل، وجود اصیل هست، جهان رو وجود پر کرده است. مقدمه دوم، وجود یا واجب است یا ممکن هست. دقت کنید در اینجا، ما اینجا امکان رو یک لحظه دقت کنید، در اینجا امکان رو دیگه اینقدر امکان ماهوی نگیرید ها که بگیم ماهیتون ممکن. آقا امکان فقریه. ای کل ممکن فقیران یجب ان یتکل علی وجود الغنی و الوجود الغنی و وجود وحید و الواجد تعالی سبحانه. تمام شد. خب در این صورت علت کل هستی تمام شد. بالمباشره کی میشه؟
خب فعل منم فعل الله شد یا نشد؟ توحید افعال. ببینید ما تو دو تا بیان توحید افعالی رو ثابت کردیم، اما یکی با سلسله پلکانی و به غیر المباشره، در دیگری بالمباشره. تمام. اینو في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود وهو المبحث المعنون عنه. ما از این بحث تحت عنوان شمول اراده پروردگار برای افعال کل بشر یاد کرده ایم. ببینید این بحث هم سابقا تو مباحث علت و معلول هم ذکر شده و تکراری است، اما عنوانش اینجا فرق میکنه. ما اینجا با قانون قدرت داریم نگاه میکنیم، سابق از قانون علیت است. الذي حققته الاصول الماضیه و ان الاصیل. آقای برهان اول رو کنارش بنویس، برهان مشاه. اول ما آقای مشاه بکنیم. الذي حققته الاصول الماضیه و ان الاصیل من كل شيء وجوده و ان الموجود ينقسم الى واجب بالذات و غیره. اون چیزی که سابقا ما خواندیمش حققت با اصول الماضی تو مباحث سابق ما ثابتش کردیم، این هست که اصیل در جهان وجود هست و ان الموجود ينقسم، موجود تقسیم میشه به واجب بالذات و ان ما سوى الواجب بالذات سواء کان، حالا میخواد جوهر باشه، عرض باشه، ذات باشه، صفت باشه، فعل باشه، هر چی که شما میخواید بگید. ما سوى الله، آقا ما سوى الله گاهی وقتا جوهر هست مانند وجود من، گاهی وقتا عرض صفت هست مانند حالات نفسان، گاهی وقتا فعل هست، فعل من که از من ساده. همه اینها له ماهیت ممکنه بالذات متساویت نسبه الی الوجود و العدم. ما سوى الله چون ممکن هستن همه در برزخ قرار میگیرن. آقا امر برزخ و انما شأنه ذلک یحتاج فی تلبسی به حد الطرفین من الوجود و العدم الی مرجح یعین ذلک. آقا کسی که داستان زندگیش و حقیقتش این هست که نیاز دارد چه این وری بشد وجود پیدا کند، چه اون وری بشد، نیاز دارد به یک مرجحی، به یک علتی که یعین ذلک، مرجح یعنی علت، او رو تعیین کند، تکلیفش رو روشن کند و یوجب، علتی که او رو به مرتبه وجود برساند. چرا؟ چون ما گفتیم الشیء ما لم یجب لم یوجد، تا به مرتبه وجود نرسد به مرتبه وجود نمیرسد. و هو العلت فما من وجود موجود ممکن الا و هو محتاج فی وجوده حدوثا و بقاء الى علت. نتیجه گیری ما هر چیزی که ممکن باشه، چه در اصل حدوثش چه در بقای خودش، نیاز به علتی دارد که توجب وجوده و اون علت به مرتبه ایجاب برساند وجود او را و ضرورت ببخشد، به مرتبه ایجاب برساند یعنی ضرورت ببخشد وجود را و توجده واجبتون بالذات. حالا این علتی که او را به این مرتبه میرساند یا خودش واجب بالذات هست یا اینکه یک سلسله است که به واجب بالذات منتهی می شود. و علت شیء علت لذلک الشیء. از این رو فعل من هم به او نسبت داده می شود و من می گویم او اراده کرده است، او قادر بر فعل است، چون او علت من هست. خب فما من شیء ممکن موجود سوى الواجب بالذات حتى الافعال الاختيار الا وهو فعل الواجب بالذات معلول له بلا واسطه او بواسطه او وسائل. پس هر چی که در جهان هست از جمله فعل من و شما یکی از موجودات در جهان هست. اینا یا باید مستقیما به خداوند برسند در پایان، یا به یک واسطه به خداوند برسند، یا با یک سلسله حوادث اما بالاخره به اونجا منتهی بشوند. از این رو همه افعال عالم همه فعل الله هستند. خب و من طریق آخر این رو بخونم یا تمام نمیشه. خب اینو گفتیم برهانشو، ولی میترسم نرسم تمام کنم. اب نداره این میذاریم برای جلسه. و صلی الله علی سیدنا محمد